با سلام خدمت دوستان گرامی. دوستان اگر یکی از چراغ اضطراری که تو الکتریکا میفروشن داشته باشید، این چراغا بعد مدتی معمولا خراب میشن. خرابی این چراغا معمولا از سمت باتری هاشون است که معمولا بعضیشون یه باتری، دو باتری، سه باتری، 4 باتری دارن که این باتری ها ولتاژشون 4 ولت. حالا بسته به آمپراژشون 600 میلی آمپر، 800 میلی آمپر است که بعضا اینها خراب میشن. باتری اینا از جنس SLA یا همان سیلد لید اسید هست، یعنی از دو باتری های اسیدی خودرو هست. یکی از روش هایی که میتونید این باتری رو احیا کنید، ببینید سه تا باتری که الان من داشتم، این سه تا الان کلا خراب شده بودن، یعنی دیگه به قول معروف به نقطه مرگ رسیده بود، ولی ببینید الان دارن کار میکنه. ببین قشنگ داره کار میکنه. خب من سری کردم این چراغ. یکی از روش هایی که میتونید اینا رو احیا کنید، این درپوشا رو باز میکنید. این درپوش مربع شکل رو باز میکنید، همانطور که میبینید من باز کردم. از این دوتا درپوش های دایره شکل هست، این دو درپوش دایره شکل که اینجا بود و اینو باز میکنیم. این دوتا رو باز میکنید، داخل اینا کمی مثلا آب مقطری چیزی میچکنیم. بعد با یک منبع تغذیه به سر اینا مثلا یه ولتاژ تغذیه اعمال میکنیم که قطب‌های مثبت منفیش از روی باتری معلومه. چون اینا 4 ولت هم معمولا نباید از 5 ولت بیشتر بهش اعمال بدی، ولی چون باتری در حالت نقطه مرج قرار داره، مثلا من تا 7 ولت تا 8 ولت هم میدم جریان. اگر باتری سالم باشه، اگر باتری کار کنه، اولش جریان بالایی میکشه که به این مثبت شه، این منفی شه. و اگر باتری جریان نکشید، باید مثلا داخل اینو مثلا با همین سوزن ها یکم اتصال بدیم که مثلا اینا کار کنه در حال موقع اتصال باتری، تا این چیزاش باز بشه، این گرفتگی بین صفحه هاش باز بشه. که معمولا با زدن آب مقطر با سرنگ و پر کردن، توصیه من اینه که تا لبه این با آب مقطر پر کنید، بذاری شارژ بشه. اگر مثلا با جریان بالا ولتاژ مثلا 8 ولت، 7 ولت، 6 ولت بذاری شارژ بشه، این شروع میکنه به جوش آوردن و این جوش میاره، این آبشو داغ میکنه و میره. بعد اینکه این آبش تموم شد، این دیگه به نقطه یواش یواش آمپرش میاد پایین. حالا شما ولتاژ رو از 8 ولت بیارید رو 5 ولت، بذارید یه ساعت بمونه قشنگ شارژ بشه، دیگه کار تمومه، باتری احیا شده و میتونید باتری رو بذارید رو چراغتون. بذار من چراغ خاموش کنم. ببین الان این سه تا باتری رو من سری کردم با چراغم. ببین قشنگ باتری داره. این سه تا باتری کاملا مرده بودن، یعنی کاملا خراب بودن، یعنی همشون سه تاشون رو احیا کردیم. با تشکر از شما، ممنون بابت حمایتتون. و خواهش میکنم اگر این کارتون هست، لایک، سابسکرایب و فالو یادتون نره.